و خب مسافر داشتیم، مثلا میگفتن آقا به ما گفتن از همون فرودگاه ما میتونیم مهموندار هواپیما رو انتخاب بکنیم. چون تایلند هر کی اومده خاکش گیراه. دلیلی که مثلا تایلندی‌ها خیلی بیرون غذا میخورن به خاطر اینکه براشون ارزان‌تر در میاد تو خونه بخوان درست بکنن. سلام، برعکس یوتیوب سهیل اقتصادی هستم. امروز با فربد از تایلند. تو تایلند چه ویدیوهایی میسازی واسه یوتیوب؟ یعنی کلا کانسپت چیه؟ ببین داخل تایلند حالا یه جورایی لایف استایله، خب لایف استایل خودم، ولی هر سبکی رو میگیرم دیگه. مثلا مصاحبه میگیرم، از لایف استایل خودم میگیرم یه سری اطلاعاتی که ببین تایلند خب چون ویزا میتونی بگیری توریستی بیا، یعنی از خود ایران هر کسی میتونه بلند شه بیا تایلند، اصلا هیچ موردی نداره. به خاطر همینم هر جور قشر و افرادی هم میان سمت تایلند و خیلی ها طرز تفکر بدی دارن نسبت به تایلند. اینه که آقا الان مثلا ما میریم سمت تایلند همه چی هست، همه چی اوکیه، یعنی از اولی که میرسیم باید بریم دنبال دختربازی و از فرودگاه که هواپیما میشینه انتخاب میکنن. مثلا من اینو میخوام، من اونو میخوام، من میخوام یه جورایی سعی کنم آقا این بالاخره خب چندی 8 سال 9 سال 8 سال خورده تقریبا اینجا دارم زندگی میکنم، با تایلندیا زندگی کردم، اخلاقشون رو میدونم، رفتارشون رو میدونم. این که همچین چیزی مثلا نیست. اینو میخوام نشون بدم که آقا تایلند فقط مثلا برای همچین داستانایی نیستش، فقط برای مسائل جنسی نیست، خیلی داستانای دیگه هم هستش. یا مثلا اگه میاید اینجا یه سری رفتارا رو باید کنترل کرد، یعنی هر کاری رو نمیشه کرده. حالا یه سری چیزا شنیده است، فقط مثلا یکی اومده یه چیزی گفته یا اصلا نیومده. مثال بزن، بگو چی شنیده، چی گفته. مثلا گفتن یکی مثلا برگشته، من خب اینجا یه مدت تو لیدرم بودم و لیدری هم میکردم، آره، و خب مسافر داشتیم، مثلا میگفتن آقا به ما گفتن از همون فرودگاه ما میتونیم مهموندار هواپیما رو انتخاب بکنیم. اصلا یه سری حرفایی که تکنیکلی میتونی، ولی خب احتمالی که مهماندار بگین نه زیاده. آخه انتخاب بکنی، مثلا آقا میخوای مخ بزنی، خب بالاخره سبکش فرق میکنه، میری مخ دختره رو میزنی، حالا با طرز خوب. ولی ایرانی‌ها که میرسن میگن مثلا قیمت سال اول قیمت رو میپرسه، یه قیمت چند. ولی خب فقط اینا مثلا رو این حرفا خیلی حساسن. حالا یه سری مراکزش هست که برای خودش کاری خود تایلندی‌ها میدونن که آدم‌ها اینجوری راجبشون فکر میکنن یا فقط ایرانی‌ها اینجوری فکر میکنن؟ چه جوریه؟ ببین خب بالاخره میدونن، نمیشه اینجوری نیستش که ندونن تایلندی‌ها، بالاخره تایلندی‌ها میدونن همچین چیزی هست. ولی خب توی ایرانی‌ها، ببین ایرانی‌ها مثلا هندی‌ها هم این طرز فکری رو دارن، پاکستانیایی که من اینجا میبینم، کشورهایی که مثلا میبینم این طرز فکر رو دارن، میگم مثلا حتی عربا هم هستن، من عربا رو هم میبینم. ولی مثال بگم، مثلا یه روس، مثلا تو با یه روس صحبت میکنی، میگه برای چی اومدی تایلند؟ مثلا چی شده که اومدی تا؟ اولین چیزی که به مغزش میرسه میگه که آقا من میخوام برم لب ساحل آفتاب بگیرم، اون آفتاب اونجا رو استفاده کنم. ولی از یه ایرانی شما بپرس که برای چی داری میری تایلند، اولین چیزی که به ذهنت میرسه چیه؟ خود لیدی بای. حالا لیدی بای از هر نوعش. میدونی چی میگم؟ فقط طرز فکرها حالا تو ایرانی خب اینجوری جا افتاده دیگه. من حالا میگم توی اون ویدیو توی یوتیوب هم دارم سعی میکنم که یه ذره اینو جلوه‌ش رو قشنگ‌تر بکنم، یعنی همش اینجوری نیست. حالا مثلا یه روز 5 روز من تور بگیرم، بگم 5 روز میخوام برم، کجا بهم میگی برو؟ 5 روز تور بگیری بخوای بری تایلند، خب این یه سوال ازت میپرسم، چه سبکی دوست داری؟ سبک لیدی همون اگه لیدی بازی، ببین من پاتایا پوکتو، پاتایا بیشتر پاتایا رو پیشنهاد میکنم. ولی اگه مثلا دوست داری از طبیعت لذت ببری، بری مثلا بیچ و هم کوه لیدی بازی بکنی هم طبیعت، نه نمیخوام لیدی بازی کنم، دارم میخوام برم یه ساحل بشینم، یارو واسم کوکونات باز کنه رو درخت، دارم آب کوکونات میزنم، یه سری دختر و پسر خوشگلم اونجا دارن آب بازی میکنن و آفتاب میگیرن و من اینو دوست دارم. باید بری پوکت. ببین پوکت، فیفی، جیمز باند، ساموئی، کرابی، اینا جاییه که همین چیزی که میگی. 5 جایی که گفتی من دورترینشون به هم چقدر فاصله دارن؟ 5 روز فایده ای نداره.
اینا همه جنوبه. مثلا این چیزی که دارم بهتون میگم، پوکت و ساموی کرابی مثلا بغل همه تقریبا، مثلا شاید با کشتی مثلا یه ساعت و نیم راه باشه، زمینی مثلا همون یه ساعت، یعنی بری سمت جنوب تایلند اینا رو میتونی بری ببینی. اوکی اوکی. از 5 روز هم کمه. زیاد دور نیست. اوکی. 5 روز کمه. چقدر؟ من الان دارم میرم کالیفرنیا واسه 45 روز. واسه من اوکی ام مسافت طولانی برم. چقدر بهترینه؟ پیشنهاد من برای تایلند اومدن 1 ماهه. اگر میخوای تایلند رو بفهمی چیه، یعنی کلا از چه فرهنگش گرفته چه جایی دیدنش گرفته، چون خیلی مناطق داره. جنوب تایلند یه سبکیه، شمال تایلند یه سبکیه، وسطش یه سبک دیگه است. جنوبش بیشتر عشق و حالیه، حالا جزیره است. شمال تایلند میشه سمت کوهستانیه. مثلا تایلند کوه زیاد نداره، ولی به سمت شمال تایلند خب مناطق کوهستانی میشه. اصلا یه ذره سبک شهرش اینا قشنگتره. مرکزم که میشه بانکوک، پایتخت یه کشور دیگه. بالاخره پایتخت خب همه جا داستانای خودش شده. من خودم بیشتر جنوب تایلند رو دوست دارم. الان کجا زندگی میکنی؟ من خودم پاتایا اصل داستان زندگی. همون لیدی. اینقدر گفت نر باشه لیدی میخواد شما دستتون نرسید تموم نشه خود دیوسش بزنه. حواستون باشه. من 8-9 سال اینجام دیگه. یکی خب تایلند میگم، یکی 2 هفته میاد تایلند، از 2 سال سربازی خاطره تعریف میکنه. میرن سربازی چقدر خاطره تعریف میکنن. یه دو فکر کنم من 8-9 سال اینجام دیگه. بخوام چی شد رفتی؟ روز اول چی شد؟ فقط خواستی از ایران بزنی بیرون یا اینکه نه پلن بودی برم تایلند؟ به نظرت من چند سالمه؟ 27. کجا میدونی؟ میدونستی؟ نه. دقیق گفتی. زدی تو خال قشنگ. جواب دادم. آره دقیقاً 27 سال. ببین من 18 سالگیم تموم شد، رفتم دنبال کارهای معافیم. معاف شدم من. کفیل مادر شدم، پدرم فوت کرده. کفیل مادر شدیم، معافی رو گرفتیم و در قبل 19 زدم بیرون. توی ایران یه ذره من خیلی رفیق باز بودم. یعنی مسیری که داشتیم میرفتیم رفیق بازی و حالا نمیدونم برو تو این پارک و تو اون پارک و خیلی رفیق بازی میکردیم. بعد دیدی یهو به خودت میای میبینی آقا درست نیست این مسیر تو نیست. من هنوز به خودم نیومدم ولی میفهمم که آدمای باهوش بهش میرسن. آره دقیقاً. دیگه گفتیم آقا این مسیر ما نیستش دیگه. اون جایی که انگار من هستم اشتباهیه. تصمیم گرفتم که بزنم بیرون. تنها جایی هم که میشد اون موقع خب حالا برادرم خب تایلند بودش، داداشم تایلند بود، 2-3 سال اینجا بود. تنها جایی که میشد برم یه مدت مثلا دوری کنم از چیزایی که توی ایرانه. حالا توی همسن و سال من خب خیلی چیزا از 10 سال پیش یهو مد شد و اومد توی پارکا و خیلی داستانا اتفاق افتادش. خواستیم همه چی رو بذاریم کنار، گفتیم چیکار کنیم بریم تایلند. این شد که ما اومدیم تایلند و بعد موندگار شدم دیگه. یعنی از اول که رسیدم اول خودم اومدم تایلند خورد تو ذوقم. تا حالا تایلند اومدی سهیل یا نیومدی؟ نه من چون دخترباز نیستم دیگه. کلا آسیا شرقی اومدی؟ نه فقط چین. خب من پیشنهاد میکنم بیا یه سر سمت میام. ببین تایلندو من به همه میگم تایلندو یه بار تو زندگیت باید بری. من حاضرم مثلا 1 سال بیام یهو. میدونی؟ اون که حرف نداره. واقعا من الان منتظرم بچه‌ام یه خورده بزرگ بشن. الان پاشا 10 سالشه. 8 سال دیگه من آزاد میشم. موموکو رو میدیم دست پاشا میریم. بهترین کار. ببین تایلند خب خیلی از بازنشسته‌های اروپایی، حالا از آمریکا، کانادا خیلی زیاده بازنشسته‌هاشون میاد. یعنی ببین پاتایا یه جورایی، حالا من یه چیزی که مثلا خوشم نمیاد از پاتایا، پیر زیاد میبینی تو پاتایا. مخصوصا تو یه سری از منطقه‌هاش که مثلا زندگی میکنن. و یه سری منطقه توریستیه، همه توریستن ولی خب خیلی ها زندگی میکنن یه ذره مثلا اونورتره، 2 خیابون بالاتره. پیر زیاد میبینی. من یه ذره عین بخاطر میگم پوکت جوونتره، جوون پسندتره تا سمت پاتایا. پاتایا چون خب تو تایلند شنیدی که میگن ارزونیه نسبت به دلار و یورو اینا، خب ارزون تره اینجا. برای کسی که مثلا بازنشسته شده توی اروپا، توی حالا آمریکا داره حقوق بازنشستگی، مثلا تو کانادا چقدر داره؟ همه کم کفش $30,000. نه 15,000 $15,000 ماهی؟ سالی.
میشه ماهی چقدر تقریبا 1500 400. اصلا شما بگو $1000 $1200 با ماهی $1200 مثلا تو کانادا شما راحت میتونی زندگی بکنی با ماهی $1000 $1200. نه ولی مثلا میگم به این مامان بزرگ من هم بهش 1500 الان میدم، یعنی بابا بزرگ هم مامان بزرگ هم بود به جفتشون 2500 میدادن، 2500 زندگی اونا رو میچرخون. بعد بابا بزرگ هم که مرد مامان بزرگ هم شد 1500 دیگه زندگیش نمیچرخی. بعد اکسترا مریض شد واسه همین دیگه داشت دهنش سرویس میشد. بعد به دولت گفتیم، دولت شروع کرد ماهی $9000 دادن به جای 1500. خب اون این 1500 با اجاره خونه و اینا یا نه؟ نه یه 1500 به تو میگن کاری ندارم، یه 1500 به تو میدن دیگه، هر گوی خاصی بخوری بخور. اکثرا مادر بزرگا میرن خونه بچه‌شون میمونن، 1500 میدن به بچه اونجا زندگی میکنن. مثلا میگن ماهی $100 هم به خودم پول تو جیبی بده، از اون 1500 تو $100 میدیم به مامان بابا، مثلا 200 میدیم به مامان بابا، بعد بقیه‌شو دیگه میذاری تو حسابت و تو مادر تو خونه زندگی میکنه. معمولا اینجوری چیزی که من دیدم کار میکنه واسه زندگی میاد، چون جواب نمیده 1500. ولی میگم برای مادر بزرگ من که نمیدونم کی به کجا چی گفته، بهش $9000 در ماه میدن که برای پول کارگر داشته باشه که همیشه که خونش باشه تمیز کنه، به صورتش خونش رو برسه. یعنی برای اینکه کارگر داشته باشه اینجا فول تایم 9 تا یعنی $7000 خرجشه. اینا هم $7000 دادن برای اون. نمیتونی بری مثلا یه خونه خوشگل بخری واسه خودت بگی اوکی نمیخوام کارگر خودم راه میرم، نه فقط پول میتونی، یعنی پولو نمیدن، تو رسید میفرستی بعد به تو پس میدن. میگی به فرباد اومده بود 3 روز نگهداری که $300 دادم، به اون اومده $200 دادم، اینا میدی بعد دولت اون رو به تو پس میده. آقا قبل از اینکه ادامه بدیم سوال برای بچهای توی خونه و خودتو، این چطوری این توه؟ یه موقعی که کوچولوه میندازن اون تو بعد رشد میکنه دیگه، تنها دلیلش باید این باشه. و کاملا درست گفتی. حال کردی؟ می‌خواستی یه ذره جنجالیش کنی. تو آخه اولین نفری هستی که حد زدی، هیچکی نتونست حد بزنه. چاکرم. یعنی انقدر که تو گفتی که مطمئن بودم که اصلا خودت دیدی اینو قبلا تو داستان داشتی. به خدا ندیدم. چون من خودم اولین چیزم این بود که شیشه‌ش از پایین باز بوده، اینو گوشتن بعد بستن. بعد اول میبینی که اصلا همچین چیزی نیست، دوم این که اون حرارت بیاد این میوه رو میپزه. نه تا تردرش اینه که مثلا یه چیز کوچی باشه دیدی مثلا میگم برنج رو تو آب میندازی پف میکنه باد میکنه. نه اینو این شیشه رو یه دونه داربست میسازن بغل درخت، بعد شاخه رو اینجوری میکنن این تو. بعد 2 ماه اونجا میمونه، 1 ماه اونجا میمونه، این اون تو رشد میکنه، بعد شاخه رو میبرن این شیشه رو برمیدن. اگه مثلا تو اینترنت بزنی میبینی که مثلا یه دونه حتی مثلا مزرعه است، بعد تمام داربست بغل درخت است که این بطری‌ها به درخت آویزونن. ویسکیه چیه؟ یه مشروبه، روش ننوشته چیه. خوردی ازش یا نه؟ نه من فقط دیدم، من مشروب دوست ندارم دیگه. اگه پاشا بزرگ شه مثلا یا مشروب خور شد مثلا حالا بگی بابا اینو باز کنیم مثلا من مزه میکنم چیه، چون معمولا مزه گو میده دیگه. من الکل چیزی مثلا خوش از شهرت کنید قیافش خوشگله، یهو بعضی چیزای تاکید میکنه یه سری حرفا اصلا. خب برگردیم تو بحث به تایلند. خب آره داشتم اینو میگفتم، اینکه شما مثال با $1200 میتونی اینجا زندگی کنی، پول اجارت هم بدی، منظورم یعنی اجاره بدی، آب و برق تو بدی، خورد و خوراک حالا نه خیلی خوب نه خیلی هم بد، معمولی. یه سوال، رستوران برم کباب کوبیده یا تایلند رو بخورم چنده؟ کباب کوبیده تایلند که کباب کوبیده نداره. خب کباب کوبیده تایلند چیه؟ اون که همه تایلندی ها میرن میخورن، ارزونم هست. آخه اینجا دونر کباب میدن آقا، تایلندی ها غذای خودشونه. غذای خودشونه میگم چیه؟ غذای معروف خودشون چیه؟ سومدام. خب سومدام چنده بخوام بخورم؟ سومدام یه جور به دلار میگم دلار کانادا، به دلار آمریکا بخوام بهت بگم مثلا $2. اوکی بعد مکدونالد چنده؟ ببین غذا تای فود بذار اینجوری بگم، تای فود بین $2-3 تا $5-6.
حالا بستگی داره دیگه به اون نوع غذاش. ولی گرونترین مثلا استیک پیتزا، چنده برگر، اونجا؟ مثلا $15 $20. مثلا استیک $500 وجود نداره؟ هست، خب هستش بالاخره یه سری مغازه‌های خاص و هست اونجوری هم. آره من حالا یه چیز کلیشو دارم میگم دیگه. مثلا یه رستوران مثلا خوبه بشینی مثلا گرون باشه، مثلا شاید $20 $30 باید پول بدی برای اون استیک. ولی هست استیک 300 400 دلاری هم هست یه رستوران خاص توی بانکوک. اینا بیشتر توی بانکوک پایتخت کشور دیگه. فهمیدم. اونجا خیلی چیزا پیدا میشه. ولی معمولی آره با مثلا شما با میگم با $5 هم میتونی استیک بخوری. مکدونالد چنده؟ یا بیگ مک میل چنده؟ بیگ مک و سیب زمینی و نوشابه 229 میشه $7 $7 آمریکا. با اینجا یکیه. به جالبه. ببین مکدونالد و سابوی و مثلا اینجور چیزا یکیه قیمتا، زیاد فرقی نمیکنه. آره نمیدونم خیلی موقع تو کشور اینجوری مکدونالد غذای لاکچری حساب میشه، چون غذا اصلی $2 این مثلا میشه $7. دقیقاً 3 برابر پول بدی بری آشغال مکدونالد بخوری، اون غذای شهر خودت میخوری. مثلا 3 وعده غذا تایلندی میشه یه دونه برگر مکدونالد مثلا. بعد این تازه اگه تو مغازه است دیگه، اگه خونه درست کنی ارزان‌تر میشه دیگه قاعدتاً ها. یه دونه دلیلی که مثلا تایلندی‌ها خیلی بیرون غذا میخورن به خاطر اینکه براشون ارزان‌تر در میاد تو خونه بخوان درست بکنن. یعنی بیرون غذا بخور. میگم مثلا الان یه غذا رو شما شاید با $2 بخوای بتونی بخوری، شاید با $1.5 هم بتونی اون غذا رو بخوری، ولی اگه بخوای بری خودت الان اونو بخری درست بکنی گرونتر برات در میاد. ببین اگه تعداد بالا باشه 3-4 نفر باشه آره خونه درست کنی به صرفه تره. مثلا یه نفر یا 2 نفری بیرون بخوری برات به صرفه تره تا بخوای تو خونه من یه دوست معمارم چیز بکنی. میگفت میبینه به زودی خونه‌ای میسازن که توش آشپزخونه دیگه نداره. میگفت یه سینک میذارن با یه دونه یخچال کوچولو دسته دیگه، نه کابینت داری نه هیچی. میگفت یه دونه میزه که مثلا 2 تا دستگیره داره سمت راست مثل هتل. خیلی زیاده. نه بابا ببین دقیقاً خونه هایی که توی تایلنده همش مثل سویت میمونه، کوچولوه. ببین الان خونه من 2 خوابه است، مثلا جز خونه بزرگه 57 متره. آها. به خونه ویلای هاوس هم هست خب من حالت آپارتمانیشو دارم میگم، حالت سویتی مثلا مسکونی کاندومینیوم بهش میگن کاندو. مثلا اونا همه کوچولو 20 متر 24 5 متر 30 متر، مثلا یه خوابه جمع و جور دیگه. مثلا تیکه انقدر آشپزخونه کوچولو داره، یه ذره مثلا یه خواب داره، یه حال کوچولو داره، یه بالکنی داره، کلا کوچوله ولی هست. مثلا خونه‌های ویلایی هم هست که باشه، ولی در کل خونه‌ها کوچولوه. چه جالب چه جالب. خیلی هاشون هم مثلا شاید گاز که اکثرا نه بیشتر برقیه، اگرم باشه برقیه. چون میگم خب غذا درسته همه بیرون غذا میخورن، مثلا گاز ماز هم زیاد کاری باش ندارن. مثلا گازو که باید جمع کنن چون اصلا هم خطرناکه هم کلی باید زحمت بکشن دیگه. برق داره میاد دیگه، همون رو بس کنیم میخواد داغ شدی چه مرضیه گاز. دقیقاً بعد تو خونه دود درست میکنی هیتش به چخ میره. من خب من موقعی که یوتیوبمو شروع کردم الان 6 ماهه این چنلمو استارتشو زدم. قبلا یه چنل ریاکشن داشتم، یه ریاکشن میرفتم دوست، ولی یه 5K هم ساب گرفتم مانیتور، ولی اون چیزی که میخواستم نبود، اون درآمدی که باید میداد یا اون ویویی که میخواستم نبود. ولی خب این چنل دوم این چنلی که زدم و توی 1 ماه مانیتایزش کردم. زیر 1 ماه. آره زیر 1 ماه مانیتایز کردم. الان تو 5-6 ماه هم 12K سابسکرایب دارم. خیلی قوی. آره اومد بالا توی 5 ماه. آره 1 ماه زیر 1 ماه مانیتایز شد، 5-6 ماه هم الان 12K همین دیروز شد. برای بازنشستگی کانادا میخوای بمونی؟ یعنی تصمیم اینه که کانادا بمونی؟ من الان آردی بازنشستم اولا، دومنم خونه اصلی ماره کانادا خواهد بود همیشه، ولی مثلا شاید سال 1 ماه بمونم کانادا. یعنی همش این برام برم مثلا میرم میام تایلند خوشم بیاد یا 2 سال میمونم.
بعد برمیگردم. چرا الان جدیدن زیاد شده همه دارن بد میگن؟ مثلا من الان موقعی که یوتیوب همین تایلند شروع کردم، از خیلی کشورها، از کانادا، آمریکا، نمیدونم اروپا، استرالیا، خیلی بهم پیام دادن آقا ما اینجا داریم دیوونه میشیم، نمیدونم کلافه میشیم. میگم مثلا کار هست، راحتی هست، شغل هست، شاید مثلا درآمد باشه، ولی اون انرژی، اون تفریح، اون شاداب بودن رو میگه مثلا نداریم. خیلی ها بهم گفتن. میخوام ببینم این واقعا برای همه است، به یعنی نظر مثلا چند درصد؟ من دیگه میگم این نظر شخصی میاد، میتونم کاملا اشتباه بگم، ولی به نظر من این از دهن آدمای بی پول در میاد. حالا یا بی امیده، یا رو 45 سالشه میگه خب من دیگه الان چیکار میخوام بکنم که مثلا بهتره، که تاش میتونم یه کار معمولی بگیرم، پس من دیگه چرا نمیتونم بهتره کنم، امیدی به زندگی نداره و میبینه که تو اینجا قرار ریپ بشه. چون اینجا اگه پول داشته باشی یه زندگی میکنی که تو فیلم هم نمیبینی. یارو بود رفیقش گفته غذای ژاپنی دوست دارم، میبرتش فرودگاه، سوار هواپیماش میکنه، فرست کلاس میرن ژاپن، غذا میخورن، عصری برمیگردن. یعنی تو ژاپن کلا 3 ساعت میمونه، یعنی میرن تو رستوران غذا میخورن، رستوران دور میرن فرودگاه. خب میدونی یه سری کارا اتفاق میفته که مثلا تو فیلم هم نمیبینی. آره. و میگم اینجا دنیای پولداراست. وقتی پول داشته باشی میتونی هالیوود کنی. اگه پول نداشته باشی، امید داشته باشی، هنوز خوبی. چون تو گفت اینجا کار هست، سلامتی هست، رفاه هست، آسایش هست، امنیت هست. خب تمام اصلیای زندگی ایناست. پس تو میتونی با تمام اصلی زندگی رو بهت میده، به علاوه اینکه بخور نمیرم زندگی کن تا به امیدت برسی. پس توپ زندگی میکنی. اونی که پول نداره، امیدم نداره، میدونه تا آخر عمرش باید به یه حرومزاده‌ای مثل من اجاره بده که سخت بالا سرش باشه، و میدونه که من هر سال این اجاره رو میبرم بالا، ولی درآمد اون هر سال نمیره بالا. میدونه ضعیف‌تر میشه. اگه الان مثلا میگم چمن میزنه، 10 سال دیگه شاید نتونه اینقدر چمن بزنه، شاید کمرش درد بگیره و کمتر بزنه فلان بسار. پس میدونه کمتر هم قراره پول در بیاره، ضعیف‌تر میشه توی کارش. اون آدم کسیه که میگه آقا کانادا به درد نمیخوره، من اومدم اینجا منو میلیونر نکردن. خب انتظار احمقانه از دنیا داشته باشی همین میشه. چون یه دونه کارتون هست، من عاشق اینم، یعنی یه کارتون هست 400 قسمت داره، من همش رو دیدم، هیچ چیشو یادم نیست. چرا هیچ چیشو یادم نیست؟ مثلا 100 تا صحنه یادمه، ولی این صحنه یه صحنه‌ای که اصلا قابله، انگار بزرگترین درس زندگیمو از این کارتون گرفتم. داستان ساوث پارکه. اگه میشه عکسشو بنداز پایین بچه‌ها ببینن چیه. یه کارتونه که بچه‌ای 7 ساله توشن، 5 بچه 7 سالن، ولی کاراکترشون آدمای بزرگ حرف میزنن، یعنی فوش خانواده رو به هم میدن و مثلا این مادر فلان. خیلی خیلی خنده داره کارتونش. یه قسمت داره همه مامان باباها شاکی ان چون بچه‌ها شورتاشون رو گم میکنن. یه سر بچه‌شون دار میدن که شورتات کجاست، بچه‌ها میگن ما نمیدونیم شورتامون کجاست. بعد شب بیدار میمونن، کافی میخورن، نمیخوابن، میرن ساعت 3 صبح یهو در باز میشه، یه آدم کوچولو میان تو، میرن از کمد بالا در باز میکنن، همه شورتا رو میریزن توی کیف و میبرن. اینا دنبال آدم کوچولا راه میافتن، میرن و میرسن به یه جایی، میرن توی زمینن هزاران از اینا آدما هستن و همه دارن میان و همه دارن شورت میارن و کوههای از شورت و کامیون داره میاد شورتا رو برمی‌داره و میریزه و پک دارن میکنن و خلاص میرن جلو و میگن آقا داستان چی؟ دهن ما رو گاییدین، ما این شورتا رو میبرین، چیکار دارین میکنین؟ میگه میخوایم پول داشتیم دیگه. میگه خب پلن چیه؟ میگه اونا پلن رو دیوار اونجا بزرگ نوشتیم، 1 به علاوه 2 مساوی پول. 1 زیرش نوشته collect underwear، شورت جمع کنین. بعد میگه خب قسمت استپ 2 چیه؟ قدم دوم چیه؟ میگه هنوز به قدم دوم نرسیدیم. خب این دیگه اول قسمت 1 اول تمام کنیم، بعد فکر می‌کنیم دور بعد چیکار کنیم. این اون آدمایی که به تو مسیج میزنن میگن ما اینا گفتن میخوایم پولدار شیم. گفته چیکار میخوایم پولدار شیم؟ بریم کانادا، بریم استرالیا. بعد اومده گفته خب حالا استپ 2 چیه؟ خب اول استپ 2 تو بدون تو کار بکنی، اگه نداری تعجب نکن استپ 2 وجود نداره. یعنی این کارتونه دقیقاً زندگی سه آدمه.
این کارتون چقدر احمقانه و بیشور بود و یه سری آدم دارن دقیقاً همین رو زندگی میکنن. بعد بدون که دهنشو ببنده بگه آقا که من ریدم تو زندگی، من بیورزم، من بدشانسم، هر چی میاد تو سوشال میدیا پخش میکنه که من چاقالم نیاین. یعنی تو چاقالی به بقیه چپی داره؟ میخوام واسه 1000 تا آدمو بیارم که از هیچ چی اومدن اینجا الان خونه‌های 5 میلیون 10 میلیون 20 میلیونی دارن. یک دونه از اینا اگه تو ایران میمون الان هیچ گوهی نبود. تو اسنپ داشت با پراید 85 ماشین داشت دلیوری میکرد، الان اسنپ میکرد. همشون اینجا کسی شدن، میلیونر شدن، آیدیاشون رسیده، کشور رو بردن جلو، چیزی ساختن که هزاران نفر میلیون نفر رو کمک کرده. من خودم به 1 میلیون نفر آدم جنس فروختم. یعنی من بالای 1 میلیون ایندیویدوال شخصی مشتری داشتم. یعنی 1 میلیون آدم به خاطر من بین 70 تا 90% پول سیو کردن روی جوهرشون. اگه من نبودم اونو سیو نمی‌کردن. ببین حالا یه چیز دیگه هم هست، این حرفت اوکی، ولی خب مثلا من پیش خودم این فکر رو میکنم که ببین حالا میگم تو اون افراد یه سری هم مثلا میگفتم و وضعمون خوبه، مثلا پول هست، مشکل مثلا اون پوله نیستش. آخه ببین یه مسئله هست که تا حالا نیومدی تو سمت تایلند و آسیای شرقی، سبکشو نمیدونی. ببین مثلا توی تایلند شما حالا چه پولدار باشی چه فقیر باشی میتونی زندگی بکنی. همون عشقی که اون پولداره میکنه اون فقیره هم میتونه انجام بده. زیاد مثلا چیز نیستش، زیاد فرق خاصی نمیکنه. به خاطر همینه مثلا میگم شما 2 صبح یه وقت خواب بلند میشی میگی گشتمه مثلا چیکار کنم، بریم بیرون. مثلا میری بیرون میبینی همه جا بازه، اون شاداب بودنه، منظورم اونه. مثلا خب تو اروپا همچین چیزی نیست، خیلی کمتره. آمریکا کانادا هم کمتر از اروپاست. آره ولی خب نه تو تایلند میگم من اوایل که اومده بودم سمت تایلند تازه 2 شب میرفتم بیرون. یعنی تازه مثلا 2 شب من میرفتم بیرون، حالا کلابی بود جایی بود میرفتیم، یعنی مثلا دیگه بعضی موقع مثلا توی کلاب بودن یا میرم بیرون میدم صبح شده مثلا دیگه 7 صبح. بعد یعنی همه چی هم. مثلا شما الان گشتت میشه 3 صبح تو خونه نشستی آنلاین سفارش بدی غذا بیاد، یه سری این راحتیاشو منظورمه. ولی خب تو اروپا همچین چیزایی نیست. خیلی هم به خاطر همون اونایی که حالا توی اروپا اومدن اینجا یه بار اینجا رو طعمشو چشیدن، سبک حالا تایلند آسیای شرقی ها. حالا من میگم تایلند چون خودم تایلندمو دارم میگم، آسیای شرقی تایلند هست، بالاخره فیلیپین هم، مالزی هم، اندونزی هم. ولی من تایلند رو بیشتر از همه اونا رو رفتی ببینی؟ نه نرفتم. مالزی و نه، فیلیپین و نه. ولی خب میدونم سبکشونو، چون اینجا زندگی کردم. تمام سبکاشون مثلا مالزی، مالای یا مثلا فیلیپینیا، با هر کی هم که صحبت کردم آخرش مثلا گفتن تایلند از همش بهتره. بین اینا حالا من کره ژاپن رو کار ندارم، کره ژاپن رو جدا حساب میکنم، ولی بین مثلا همین این قسمت چه میدونم ویتنام و تایلند و مالزی و فیلیپین و این قسمت سنگاپورم نه، سنگاپورم خب بالاتره سبکش. ولی تایلند اون راحت بودنه رو خیلی ها دوست دارن. حتی مثلا یه سری خانوم ها هم هست، حتی یه سری خانوم هم به من پیام دادن. یکیشون به من میگفت چرا راجع به امنیت ویدیو درسته میکنی، مثلا امنیت تایلند رو بگی. میگم مثلا حتی اون شخص هم انگار کانادا زندگی میکرده، اون خانومه، میگم من تو کانادا مثلا بعضی موقع اون حس امنیتیه رو نداشتم. حالا مثلا تو کلاب میرفته یا بیرون بوده، شب بوده، نصف شب بوده، بهش گیر میدادن، تیکه مینداختم. ولی توی تایلند مثلا تایلندیا اصلا همچین اخلاقی ندارن. یعنی مثلا یه خانومم 3 صبح بره کسی باش کاری نداره، میره میاد. یعنی اون میگفتش که این خانومه میگفت اون امنیت رو من توی تایلند متوجه شدم. میگو حتی توی لندن مثلا میگفت یه سیاه‌پوست مثلا برام لندن اینا من احساس راحتی نمی‌کنم. اروپا خیلی بد شده. حالا من میگم من اون سمتو نمیدونم، ولی کسایی که از این ور دارن قور میزنن آدمایی ان که درست زندگی نکردن، پولشون درست منیج نکردن. من الان کسایی که با من میان کانسالتیشن میگیرن توی 1 ساعت یا 2 ساعت زندگیشون عوض میشه. یعنی این آدم اگر 2 ساعت با من صحبت نمیکرد میشد یکی از همین آدمایی که الان تو 50 سالگی میگم من زندگیمو از دست دادم.
پس اگه با 2 ساعت کار من میتونم یه کاری بکنم که تو زندگی از این رو بشه، اگه تو نکردی من بعد اجازه داشته باشم به تو حق بدم، تو من حق بدی که من به اون طرف بگم بی ارزه است. میفهمی چی میگم؟ چون اگر درست پلن میکرد، اگه پولشو درست منیج میکرد، همه میتونن پولدار شن، همه میتونن زندگی خوبی داشته باشن، حداقل استیج 3 زندگیشونو. استیج 1 که قبل 20 تا 60 میشه، استیج 2 60 تا روزی که بمیری میشه استیج 3. استیج 2 تو باید باهوش باشی و موقعیت داشته باشی و شانس بیاری تا پولدار بشی. استیج 3 تو هیچ کدوم از اینا لازم نداری، فقط وقت لازم داری که پولدار شی و وقتت باید بگذرونی تا به استیج 3 برسونی. پس همه با چیزی که احتیاج دارن به استیج 3 میرسن ولی پول رو ندارن چون احمقن. و من برای استرالیا و طرف شما رو نمیشنونم، ولی کسایی که تو کانادا و آمریکا دارن قول میزنن که اینجا وضع خراب و اینا، پول نداره، رو بدبختی میره تخمی ترین نیبرهود خونه میگیره، بعد خب معلومه اونجا امن نیست. همه جای دنیا غیر امن وجود داره. هر شهری که میری اینجاش میگن امنه، اینجا پاتو نذار. تو فرانسه بهت میگن، تو کانادا بهت میگن، تو عربستان بهت میگن. این چیز غیر عادی نیست، این چیز خاصی نیست که مثلا جدید پیش اومده. خب تو اومدی که کشوری که پول نداری، میگه کجا برم اتاق بگیرم مثلا $100، میگم برو اونجا که هیچ کی تخم نداره بره. خب میری اونجا بعد میگه آره کثیفه، همه در به داغونن. خب به خاطر اینکه اونجا اینجوریه دیگه، چی فکر کردی؟ همونی بیا برو توی گیتد کامیونیتی فلان، صبح آشغالات هم میان تو خونه. یه رفیق دارم یه تاکسی گرفته، صبح ساعت 8 تاکسی میاد در خونه این، آشغالاشو ور میداره از تو آشپزخونه‌اش میذاره تو صندوق‌های تاکسی میره، چون میگه من دوست دارم با آشغال دیل بکنم. خب میدونی میگه من دوست دارم هفته یه بار بیام آشغال بزنم. یارو استخدام کرده بهش ماهی $1000 میده، یارو فقط کارش اینه که میاد صبح آشغالی رو میذاره میره، همین یه وای میسته تو خونه‌اش آشغالش رو میره. اینم ها واسه همین تو مقایسه رو کجا میخوای بذاری و با کی داری حرف میزنی. برای همین همیشه میگم کسی نباید اطلاعاتش از آنلاین بگیره. آنلاین واسه علم و خوشگذروندن. من نباید از غضنفر یاد بگیرم که آیا تایلند خوبه یا تایلند خوب نیست. من اگه میخوام برم تایلند زندگی کنم، یا باید از برادرم بپرسم که اون زندگی میکنه که بدونم یه چیزی، اون مثلا میدم برادرم اینو دوست داره اون دوست نداره دیگه، آمار داری. برادر نپرس. خواستم تو دقیقاً جمله بعدی همین بود. خواستم بگم اون تازه 90% احتمال داره به باقالی بره، چون بازم اون یه چیزی واسش مهمه که اصلا واسه مهم نیست اینا. کسی که میخواد جایی بره باید بلند شه بره اونجا رو ببینه، فکر کنه راجبش، یه مدت کوتاهی زندگی بکنه، بعد تصمیم بگیره که حالا اینجا میخوام بیام نمیام، حالا مثلا تو 2 هفته حتی باشه، ولی باید بیای اکتیوی بری نگاه کنی، قیمتا رو بپرسی. او پس اینجا که در به داغونه میتونم $100 زندگی کنم، بخوام برم اونجا که میتونم در ماشینمو باز بذارم. من در مازاراتی رو باز میذاشتم، میرفتم مسافت 21 روزه، نه که باز میذاشتم، نمیدونستم باز گذاشتم، بعد برمیگشتم میدم بازه. بعد چند این اتفاق تقریبا هر دفعه میافتاد، مثلا باور نمیشه تا 5 تا مسابقه که من رفتم 3 دفعه تا 4 دفعه درش باز میموند، چون کلا یادم میاد درش ببندم، یا مثلا یادم یه دفعه خیلی حساس بود، اگه ماشین تو خیابون رد شه زمین یک کوچو تکون بخوره سود میزنه، چیزش خیلی حساسه. بعد من روشنش میذاشتم که سود نزنه، بعد یادم میرفت که ببندمش دوباره. میفهمید چی میگم؟ اینجوری واسه همین بستگی داره کجا زندگی می‌کنی، چجوری زندگی می‌کنی، از این حرفا. و من کسی میخواد نگاه کنه، نباید نگاه کنه که من 10 نفر 100 نفر رو دیدم از کانادا ویدیو گذاشتن که کانادا بده. تو 1000 تا ویدیو رو ندیدی که چون پول داره تخمش نبوده که بیاد ویدیو بذاره. اون کسی که اومده ویدیو گذاشته گفته وضعم بده، به امید این اومده ویدیو گذاشته که یوتیوب بهش پول بده وضعش خوب بشه، نیومده که تو رو آگاه کنه که بهت هشدار بده که بابا مواظب باش وقت نیا اینجا بدبخت بشی. ها پوینتش این که هشداری تو نبوده، پوینتش این بوده که من الان چی دارم بگم ارائه بدم. من تجربه بد داشتم، مردمم همیشه دوستن چیزای بد بشنون، بدبختی که میبینم خوششون میاد، خب بیا 3 تا چک پوینت داره، برم ببینیم چی میشه. نفر اول رفت مد شد، الان همه دارن این کارا میکنن، ولی اصلا هم چیزی نیستش. چون میگم اینجا مثل آدم‌ها حتی خود کانادا اینجا زندگی میکنن، میگه که میخوای بری دکتر طول میکشه. میگم چرا زر میزنی؟ چی طول میکشه؟ همه چیشون سر وقته، همه چیشون رو حساب کتابه. من دفعه دستم برید لازم داشت عمل بشه، فردا عملم کردن. یعنی ساعت 6 شب من رفتم پیششون،
فردا 7 صبح من تو اتاق عمل بودم با یه جراح که با میکروسکوپ عمل می‌کرد. می‌بینیم یارو چه کاری باید بکنه که این تو اینو یاد بگیرید با میکروسکوپ جراحی انجام بدید. اینجور چیزا اونور خیلی خوبه. میدونی اینجا خب مثلا اینجوری نیستش. خب نمیگم هر جایی یه چیزا داره. مثلا دیروز هم ویدیو که تو آمریکا یارو زایده پول اینکه بچه‌شو بیارن بیرون بودش $57,000 یا $72,000 یه چیزی تو اون رنج، بگو $50,000 که بچه به دنیا بیاد. بعد یه کانادایی رفت زیر زده بود که ها خرج من فقط $4 بود که پول پارکینگ دادم. بعد خب این تجربه منم همین بود. البته من ساعت 2 صبح النا دلش درد گرفت اون پیاده رو از ساعت 10 شب تا 8 صبح مجانی، واسه من اون $4 هم ندادم. بعد رفتم من چیزایی بود که مال من اینه. بعد یه کامنت دومی بود که توی ژاپن مجانی که از هیچی بیمارستانم بهت $1,000 کادو میده. یعنی وقتی میری بچه‌تو میذاری یه پاکت $1,000 توش کش میذارن میدن دستت، میگن که حالا یه چک من چه میدونم میدن دستت. ایرانم وام میده واقعا. آره دیگه. یعنی این چیزاشه. یا مثلا همین داستان گل که داشتیم قبل ویدیو داشتیم راجع به گل صحبت می‌کردیم، میگفت تایلند گل آزاد بوده، بعد اول 4 تا می‌تونستی بکاری، بعد 6 تا می‌تونستی بکاری، بعد 15 تا بود، بعد دور تو 6 تا، بعد حالا گفتن می‌خوان اصلا کنسلش کنن، بعد نمیدونم همه جا می‌تونی. خب بس ببین یه کشور اومد مثل تایلند آزاد کرد چون بی حساب کتابه به فنا رفت. یه کشور مثل کانادا آزاد کرد، خیلی سخت کرد تو بخواد مغازه باز کنی، بعد کلی پول می‌ذاشتی اول، بعداً به جواب میداد. یعنی نمیگم مثلا اینو انجام بده اوکی همه چی خوبه حالا پولو بده برو مغازه رو بزن. میگم اول پولو بده بعد اطلاعاتتو بده. ما پولو میگیریم میذاریم جیبمون، اطلاعاتتو میخونیم، اگه بد بود میگیم بد بود، پولت میپره. به خاطر همین همه مهم بود براشون چه جایی بگیرن، به مدرسه دور باشه فلان بسار. اصلا قابل مقایسه نبود این اتفاقی که مثلا تو کانادا تو چقدر تمیز مثلا تو شهر خود من 3 سال طول کشید تا اولین دیسپنسری باز شد. این 3 سال به هیچ اجازه ندادن. هر کی گفتن نه اینجا خوب نیست، مردم راضی نیستن. چون مثلا حتی بعد از اینکه اجازهشو شهرداری میده تازه میرن تو اون شهر به تمام همسایه‌ها نامه میفرستن که آقا سوال اقتصادی اینجا اجازه گرفته میخواد گل بزنه، شما اوکی یا نه؟ اگه 50% بگن ما اوکی نیستیم میگن آقا نیبرهود نمیخوادت، ما نمیتونیم تو که نمیخوای بکنیم تو نیبرهود. که تو الان چی گفتی مردم تایلند شاکی شدن. اینا قبل ازش میپرسن مثلا بخاطر همین نمیخوایم ببندن دیگه، چون اینجا کنترل نشد به نظر من. دقیقاً اینجا قبلش میپرسن. بعد انقدر اطلاعات همه چی، مثلا تو گفت ازم پرسید گفت میتونی شما 100 گرم سفارش بدین؟ گفتم نه لیمیتش 28 گرمه. تو 28 گرم سفارش میدی میگه دیگه نمیتونی سفارش بدی که پکیجا کوچیک باشه، اگه گم شد اتفاق بعدی نیفته، دزدی کمتر بشه. میدونی همه چی رو فکر میکردن. و الان کانادا اولین کشور جهان اولیه که علفو تو کل دنیا آزاد کرده و تنها کشوری هم هست که به مشکل نخورده. چرا؟ چون با فکر رفته جلو، نمیده ببینه اون آزاد کرد این اشتباه رو کرد. بعد تایلند اولاغ دوم سوم پنجم این کارو کرده، فقط کافیه بیاد ببینه کانادا چیکار کرده اون رو کپی کنه. این کارو نکرده. میفهمی؟ این فرق اینا باز کردن دیگه. حالا تو بیا بگو تو کانادا وضع خوب نیست، اتوبوس مردم توش نمیخندن، ساعت 8 شب میخوام برن بیرون خیابونا خلوته. خب به تخمم. ساعتی برو بیرون که شلوغه، ساعت جایی برو که شب یه جا هست که مردم تو 5 صبح میزنن، ولی واقعا تو کل ونکوور یه دو تا جا هست. یکیش مخفیه نمیدونی، باید یکی اونجا بشناستت بهت آمار بده اون موقع راد میدن تو. یکی دیگهش آزاده، میری $20 پول میدی میری تو. فقط 2 جا هست تا 5 صبح 6 صبح دارن توش پارتی میکنن. هیچ جای دیگه اجازه نره باز باشه، هیچ جای دیگه نمیشه. نه. یعنی اونم پیدا میکنه. من هیچ نوع ضرری نمیبینم توی کانادا یا تو آمریکا. حالا مثلا میگم اگه میخوای مثلا چیز مدیکالشو بخوای فکر بکنی، خب میگی آقا کانادا آشغالش میارزه به آمریکا. تو بخوای از نظر پیشرفت و کمک دولت و کمک بانک‌ها و بیزنسی بهش فکر کنی، گوه آمریکا میارزه به کانادا. من مثلا دهنم سرویس شد من تو کانادا تونستم پولدار بشم. توی آمریکا من 100 برابر بیشتر پول در میآوردم، نه 2 برابر 3 برابر 100 برابر. خب یعنی مثلا من الان 5-6 میلیون دلار پول دارم، میشد 50-60 میلیون دلار، نه ببخشید میشد 500-600 میلیون دلار. خب من الان به جای اینکه 600 میلیون دلار پول داشته باشم 6 میلیون دلار پول دارم.
فقط به خاطر اینکه یه خط من اینورش بودم. واقعا دارم بهت میگم من یه زمانی بود که انرژیشو داشتم، نالجشو، فرهنگ، علمشو داشتم، تجربهشو داشتم، سورسشو داشتم، مشتریشو داشتم، رقابتم نداشتم چون من نفر اول بودم. 200 نفر زیر من بودن، آرزوشون بود من باشم. من اگر فقط من مثلا 100 تا جوهر میفروختم، اگه این 100 تا رو میکردم 1000 تا، فروش من سریع 10 برابر میشد. از 3 میلیون میشد 30 میلیون فروش من، چون جنس‌ها بود مردمم می‌خواستن. من فقط پول نداشتم بیارمشون، چون من هر دفعه سفارش میدادم میشد $200,000. من لیمیتم اینقدر بود که $200,000 سفارش بدم. اگه یه بانک میرفتم خب میدید میگه آقا این یارو که داره در میاره ماهی $300,000، جا هم که داره 5 سال هم هست داره این کارو میکنه، خب بیا ما به 10 میلیون بهت پول میدیم، فقط این پولم میتونی جنس بخری. اوکی، میرفتم جنس رو سفارش میدادم، چی میشد 3 میلیون دلار میدادم به اینا نشون میدادم، اوکی 3 میلیون ریلیس میکردم مستقیم به حساب چین. تو چین هم جنس رو میفرستاد اینجا، اینا هم حواسشون بود که خب من دارم جنس رو میفروشم، پولش رو بهش پس میدم. تو آمریکا اینجوری میشه اتفاق بیفته. تو کانادا من پیش هر خری تو بگی رفتم، هر بانکی تو بگی ما در زدیم، ما یه پولی من بدین خونه بخرم. گفتم ماهی $300,000 پول دارم تو حسابم، به من وام نمیدی خونه بخرم؟ میگفت نه، چون این فرم تو آمریکاست، ما اون رو قبول نداریم، تو پولاتو تو آمریکا داری در میاری، ebay.com فلان، ما نمیفهمیم چیه، پیپل چیه، داستان اینجوریشه، ولی تو آمریکا این چیزا نداشت. برای همین شاید یه نفر که مثلا می‌خواسته بیزنس کنه، هیچ چیز دارویی هم نداشته، اومده کانادا موفق هم نشده، خب این همه جوره عصبیه دیگه، خب این اومده داره آقا میزنه. من اینو اینجوری میبینم. ولی تو خیابون نمی‌بینی مردم در حال ناله باشن و نه، همه دارن کار خوب میکنن، همه ماشین جدید دارن میخرن، همه خونه‌هاشون هم آپگرید میکنن. میری یارو تلویزیونش بزرگتر شده، زمینش رو سنگ کرده، ماشین درش داره عوض میکنه، مسافرتشون دارن میرن. چیزی که من دارم ببین این میبینم همه چیزی که اوکی هم. میگی دقیقا درسته. خب یعنی ببین از این که مثلا خب کانادا و آمریکا حالا جزء جهان اول، تایلند حالا دوم سوم، اینا اصلا من ببین من اصلا خودم اینجا هر کسی میاد، حالا چه ایرانی چه رفیقا، میگم تایلند مثل ایران خودمونه، حالا یکی دو لول مثلا بهترش بکن، حالا از همه لحاظ میگم، حالا آزادیشو کاری ندارم، ولی مثلا کارهای دولتی، نمیدونم بیمارستان، مدیکال، مثلا یکی دو لول از ایران مثلا بهتر کن، ولی سبک همون سبک ایرانه، این جزء جهان همون دوم سومیه، مثل کانادا و اروپا و نمیدونم اینا نیستش. مثلا بخواد دولت کمک، اونجا باید پول بدی و پول خرج کن، اینجا تو باید پول بدی به دولت، نه دولت به تو پول بده. اصلا یکی از مشکلایی که من خودم مثلا با تایلند دارم اینه که شما هر چقدر اینجا بمونی پاس نمیتونی بگیری. ببین میده پاسا، خیلی سخت بهت پاسپورت میده، خب خیلی سخت بهت پاسپورت، یعنی یه جوریه که اصلا قیدشو میزنی، میگی ولش کن، تو الان نداری دیگه. نه بابا، اینجا کسایی هستن که یارو 20 ساله اینجا زن و بچه داره، نمیدونم 20 ساله مغازه داره، شرکت داره، پاس نداره، داره هر سال ویزا میزنه. یارو زن داره، بچه داره، ولی باید سال بعد بره دوباره ویزا بزنه، مثلا بچه‌شو برداره بیاره نشون بده به پلیس ایمیگریشن که آقا ما داریم تو این خونه زندگی میکنیم، که ویزاشو بزن، نزنه باید بره. آره این تایلند ایناش مشکله. مثلا من خودم میگم یکی از تنها دلیلی که هی فکرم میکنه برم بمونم همین اینه. من تایلند خودم خیلی دوست دارم، میگم چون سبک همون ایران خودمونه، اون حس رو میگیرم ازش. حالا برای من راحته، من اینجا خب راحتم. زبونشون یاد گرفتی؟ ولی انگلیسی حرف میزنی؟ قاطی انگلیسی تایلندی با هم. ببین سعی میکنم انگلیسی صحبت کنم، خب اونقدر بلد نیستم، مثلا میفهمم و بیشتر میفهمم تا بخوام صحبت کنم، ولی بیشتر انگلیسی صحبت میکنم، مگر اینکه دیگه ببینم یارو هیچی بلد نیست انگلیسی، دیگه اون موقع مثلا تایلندی صحبت کنم. چون با تایلندی شروع کنی به تایلندی صحبت کردن، مثلا یک کلمه بگی فکر میکنه دیگه تو الان ته زبان تایلندی، یهو میزنه تو لهجه مثلا نمیدونم کجا، بعدش میگه بابا یواش رو، من 2 تا کلمه بلدم به تو میگم، جدی نگیر زیاد. آره ولی انگلیسی تایلندی قاطی صحبت میکنیم.
زیاد چیز نیست. ولی خب کلا میگم یعنی از این لحاظ جهان اول دومیش آره میگم بیشتر اینجا من اون راحت بودنشو دوست دارم، فقط مشکلم ویزاشه، من نمیدونم داستان چیه. چیزی که من تو دنیا دیدم کشورهایی که جهان اولن همشون سرد میشن. اون همین ذوقه که میگی مثلا رستوران ساعت 2 باز نیستن. حالا تو کل دنیا رباتی میشه دیگه. آره ببین رباتی نمیشه رباتی. چیزی که میشه منطقی میشه. منطقی نیست یه خیلی رستوران ساعت قانونیه دیگه. 2 صبح باز باشه. خیلی میفهمی چی قانونی. میگم؟ آره. توی تایلند چرا یارو بازه؟ چون پول میخواد، خودش هم صاحب مغازه است، وایستاده میگه مشتری هست ما باز میمونیم، واسه 2 نفرم باز میمونه. اینجا من دیروز رفتم یه مغازه ساعت 7 بعد از ظهر میبنده، کارواش اتوماتیک. 6:55 رسیدم اونجا، میگه بخوام ماشین بشه 6 دقیقه طول بکشه. 6 دقیقه میشه 7 و 1 دقیقه. من 7 میخوام اونجا رو ببندم برم، ماشین من نشست. ببین اینجا پول حاکم نیست، قانون حاکمه. تو کشور جهان دوم پول حاکمه. پول حاکمه. یارو اگه رئیسه ببینه این کارو بسته کونشو پاره میکنه. میگه دایس مشتری ما در کش شده است، گفتی بره فقط بعد در گاراژ میزدی بالا میگفتی برو تو، بعد از اون که اومد بیرون در گاراژ دوباره میبستی تموم شده بود. اینجوری هم که تو با کار میکردی واسه چی الان از من $20 پولو گرفتی نذاشتی در بیارم واسه اینکه فقط یه درو باز کنی. ولی این اینجوریه. اینجا اینجوریه. وقتی میری 1 دقیقه تموم شده باشه. یه کاری نداره، تو دستت پول فلان به سال مشتری تو مغازه است. اینا قبلا که من اومده بودم میگفتن مشتری که تو مغازه است رو نندازین بیرون، درو ببندین، اون تا وقتی که میخواد باید بمونه. این قانون بود قبلا. بعد پول نمیدادن، ولی واسه این میگفتن اگه مشتری اومد دیگه مشکل شماست باید بمونین. بعد چون پول نمیدادن این سیستم حتما خراب میشد دیگه، چون منو میوردن یا یارو دیوونه میومد خوشش هم میومد 10 دقیقه مغازه رو میبستم، گفت دیگه منم و مغازه و ریلکسیشن تا 12 نصف شب یارو خرید میکرد. 2 ساعت همه اسکول وایساده بودن. بس سر این دیگه خب کمپانی گنده هد آفیس میگفت نگه دارین، ولی ما که گوش نمیدیم حرفشو. یارو که میگه آقا 10 دقیقه دیگه میبندی تصویر تو بگیر، به اون نمیگفتیم این آپشنو داره. و انقدر اینو گفتن و پوش کردن که نره تو پاچشون بمونن، الان یه جوری شده که دیگه اینجوری شده. بعد از اون ور یه یارو میاد مغازه میزنه تایلندی، میگه آقا ما تو 2 صبح میخوام باز بمونم. من 2 صبح کرم میزنم بیرون، میرم یه مغازه هست اسم مکدونالد، میدونم دقیقاً قراره چی بگیرم، دقیقاً میدونم قیمتش چیه، مشکلش روشن، میدونم چه سرویسی پس خواهم گرفت فردا. بغلش هم یه مغازه هست به اسم سابوی همون استایل، بغلش هم یه مغازه هست به اسم برگر کینگ همون استایل. بعد یکم هست شیانجی اوریجینال تایلند فود، مغازه کوچولو یکی از چراغاش سوخته. بعد تو بودی کدومو میرفتی؟ میگفتی بیا بریم امشب چای کنیم ببینیم غذا تایلندی خوبه یا نه، نمیری دیگه. به خاطر همین اینا سلیقه است. خب همون نه ولی تو نیومدی اینجا. خب نه. اگه اینجا زندگی کنی 1 سال میگی من میرم همون چراغ سوخته. نه اشتباه فکر می‌کنی. چرا؟ چون حالا بیا اینجا تو همیشه میگن follow the money. میگن آقا دنبال پول برو. اگر اینجا اون تایلندی پول در می آورد، یعنی اگه یه نفر پاشو میذاش اونجا، یارو تا 4 صبح باز میمون. تو خود داری میگی همه تایلندی‌ها باز میمونن دیگه، چرا یکی از جاشون تایلند، ما اینجا تایلندی زیاد داریم دیگه، چرا یکی اینا ما نمیذاره مغازه‌شو؟ چون کسی نمیاد. اگه مردم میومدن، داستانش اینه اون کسایی که شبا مونوپولی شده 5 تا کمپانی. حالا همه نیست اون چیزی که من میفهمم، همه منم خودم که اومده بودم واسه گفتم آقا چرا هیچ شب باز نیست بری بخوری؟ برای اینکه میگه آقا من اگه بیام از ساعت 10 صبح تا ساعت 12 شب باز باشم 1 میلیون در میارم، اگه بیام از ساعت 10 صبح تا ساعت 3 صبح باز باشم 1,100,000 دلار در میارم. من اون $100,000 برام نمیارزه که بخوام 3 ساعت 4 ساعت بیشتر باز باشم، بیشتر فرم استفاده کنم، کارگر پول بدم، دیر وقت اتفاقای بد میتونه بیفته. بی خیالش میشن و چون که پولش ارزش نداره مغازه‌ها بسته میمونن. به خاطر همین هیچی مغازه تو نداره اینجا شب باز بمونه. یعنی اینجوری میشه که استپ به استپ همه چیزایی که ما بهش میگیم ذوق و هیجان و گرما که میدی یه مغازه کوچولو، من عاشق مغازه کوچولو ام، یعنی فکر نکن من مکدونالدی ام، من عاشق اینم که من مغازه کوچولو غذا بخورم، ولی نیست.
تو چی بشه یکی رو پیدا کنی اون یه نفرم رو گشنگی بازه، نه به خاطر اینکه غذاش خوبه. بعد که میری غذا میخوری فوش خارمادر میدی، میگی این چه آشغالی بود، به یارم بگی غذامو دوست ندارم میگه به چپم، ولی تو مکتب بگی غذامو دوست ندارم میگه معذرت میخوام بیا پولتو پس میدم یا میخوای یکی دیگه واسه درست کنم. بعد تو میگی آقا من دیگه شب میرم بیرون دیگه نمیخوام، دیگه ریسک نمیکنم، چون حتی غذای اون چراغ کوچولو یه روز بخوری خوب باشه امکان داره یه روز دیگه بخوری خوب نباشه، به خاطر همین میزنی بیرون. و این اتفاق تو کل 400 میلیون داره میفته که تمام این مغازه ها دارن ورشکست میشن. تو آمریکا که میری تو شب میتونی غذا بخوری، تو کانادا میتونی غذا بخوری، ولی دقیقاً 20 تا آپشن داری. حالا بعضی موقع 2 تا داری، بعضی موقع 7 تا داری، بعضی موقع 20 تا داری، ولی دتس دیگه 20 تا بیشتر نیست. این 20 تا رو ریپیته، شهر بعدی میری همینا، شهر بعدی میری همینا، یه شب یه سری اون میکنن و این اتفاقا باعث میشه که هی این ذوق و چیزه از بین بره، این هیجانی که ماها مثلا تو ایران خیلی دوست داریم این از بین میره. و واقعا از اون نظر خب اگر آدمی که اونها دوست داره، حالا من آمریکا رو نمیخوام حرف بزنم ولی کانادا و مخصوصا ونکوور شاید بدترین جای دنیا باشه واسش. یعنی اینجا من اومدم 8 همه چی میبست وقتی من موو کردم اینجا، دیگه مغزم من 8 بودم غذا چی بخورم هیچ چی وا نبود، مکدونالد 24 ساعته نبود، هیچ چی وا نبودم بهت میگم. ساعت 8 به فنا میرفتی. یه سوشی پلیس اومد تا 1 باز بود، من شاید هفته 5 بار اونجا شام میخوردم فقط به خاطر همین ساعتش. از اون نظر آره کانادا کسی بخواد بیاد دیوانه میشه واقعا، مخصوصا ونکوور. ولی اگر این واسط مهم نباشه، من الان چیزای دیگه که دارم همه چی عالیه به نظر بنده. حالا دیگه نظر شخصی. آره چیز نیستش. ببین تایلندی‌ها هم اینجا یه جور آدمای خیلی ببین تایلندی‌ها خیلی خاکیان. ببین اصلا زمین تا آسمون اینور با اونور فرق میکنه، غرب و شرق، یعنی اونجایی که شما هستی و اینجایی که من هستم اصلا خیلی فرق میکنه. یعنی کلاس اونجا رو اصلا ولش کن، اینجا چه خاکی دست فروشی نمیدونم مثلا یارو داره اینجوری میزنه میریزه میده، اصلا خیلی سبک خاکیه. تایلندی هم خیلی خودشون آدمای خاکی هن. قانع هم هستن یه ذره. مثلا امروز مثال میگم $3 در بیاره، شب رفته $1 داده آبجوشو گرفته گذاشته بغلش، داره با زنش میزنه، دوباره صبح میره، اصلا دغدغه نداره. من اصلا دغدغه تو اینا ندیدم، باورت نمیشه. این خیلی قشنگه، من عاشق اینم. من وقتی میرم مکزیک اینو زیاد میبینم، میفهمم قشنگ چی میگی. واقعا این زیباست، یعنی این خودش زیبایی خودشو داره، اینجا اونو نداره دیگه. اصلا دغدغه ندارن. به فکر مثلا یعنی یه تایلندی بپرسید یه ما دیگه برنامه چیه، میگه او یه ما دیگه امشب چیکار چه آبجوی بخورم امشب. حالا ببین فراد من چه لشیم، یکی از رفیقام زنگ زد گفت فردا نهار چیکار میکنی؟ گفتم فردا بهت میگم. شب تا فردا گفتم دود تا 12 ساعت دیگه چیه میدونم حرفی میزنی. ببین بیا اینجا زندگی کنید لشی 2 برابر میشه دیگه، اصلا عجاد بلند نمیشی. نه میام حتما میام شک نکن. ولی پیشنهاد میکنم به تا اصلا ببین تایلند، بذار اینو بهت بگم، حالا خیلی دارم تعریف تایلند میکنم، همه میکنن خدایی. چون تایلند هر کی اومده خاکش گیراه. خب گیراه درست هم میگم نمیدونم، هر کی اومده مثلا یارو اومده دوباره 2 ماه بعد اینجا من دیدمش، میگم یعنی رفته گفته داشت من مثلا میرم سال دیگه اینجام، اصلا به سال نکشه درست 3 ماه بعد یهو دیدمش اینجا داشت اومدم دیگه چیکار کنم دیگه کاری از دستم بر نمیاد. یعنی یه ذره خاک گیرایی داره اصلا میگیرتت اون استایل و بیشترش هم همین این خنده تایلندیا، همین لبخند زدنشون و خاکی بودنشون و این خیلی میگیرتت، مثلا باشون ارتباط برقرار میکنی اینشون. حالا من خیلی دوست دارم، منم خیلی همیشه راجبش خوب شنیدم و واقعا نمیتونم صبر کنم تا بیام. چیزی که کردم گفتم اگه من الان اون برم شروع کنم گشتن، به قول معروف بازی تموم میشه دیگه، چیزی نمونده دیگه، همه جا رو دیدیم. اینوری یه عالمه کانتنت میتونیم بگیریم. ببین آره میام دیگه، میگم چند وقت دیگه، یه سال دیگه میخوام شروع کنم، نه یه سال دیگه، چند سال دیگه، همین خورده بیشتر شناخته بشیم، همین که بچه‌ها بزرگتر شن. میخوام بلند شم برم دنیا رو با فنا بگردم. یعنی مثلا میگم بچه‌ها دارم میام تایلند، میخوام 30 روز بمونم خونه هر کسی، میخوام 3 روز بمونم، 10 نفر به من آفر بدین که من بیام خونتون،
بعد میام خونه بچه‌ها میخوام کانتنت بگیرم، با هر استایلی هم که اونا میکنم بکنم واسه اون 3 روز. باحاله، ایده باحالی. ما شبا روز سقف میخوریم، اوکی بریم اون سقف بخوریم. ما صبح هر روز ساعت 4 صبح میریم مثلا ماهیگیری. فاک 4 صبح باشیم. محلیای تایلندی، من خودم حالا یه ایده دارم، میتونم برم اون محله و مثلا خود دهات تایلند مثلا نشون بدم. علاقه دارم دیگه. اومدیم اینجا ما رو تایلندی کرده. نه خوبه. منم حالا میگم امیدوارم یه روز بتونم بیام اونجا مزاحمت بشم یه حال اساسی بکنم، چون آدم لوکال مسافرت رو 7 برابر بهتر میکنه واقعا. دقیقاً حسیش باور نکردنیه. بعد تایلندیا اصلا اینجا یه مدت بمونی آرومت میکنه. آدم آرونی هستی یا شور هیجانت زیاده؟ آروم. اینجا اصلا خیلی من موقعی که من ایران بودم، خب بخاطر اون سن 18-19 سالگی کله خری هست دیگه. اون تو آدم دیگه حالا هی کمتر میشه، حالا سن میرسه 25-30، حالا اون موقع اوجشه دیگه. تا 20 سالگی اوج کله خریه. بعد خیلی آدم شلوغی بودم من، همش مکافات داشتیم تو ایران دیگه، هر روز یه داستانی بود، نمیدونم گیر یه جا بودیم. بعد که اومدم تایلند زندگی کردم دوران کرونا کووید، یه 3 سال 4 سال خب من ندیدم مادرمو دیگه، نمیتونستیم بریم بیایم. مادر ایران بود، منم اینجا. بعد 3-4 سال که اومد منو دیده بود باورش نمیشد. یعنی مثلا تو همونی، مثلا حرف نمیزنی. چی شدی؟ جالب. آره اون تاثیر همین تایلندیه. دمت گرم ببین، دمت گرم از وقتت. مرسی نصف شب اومدی وقت شدی. عزیز منی. برای بکس ممنونم. مرسی که ما رو به سرزار رسونین. واقعا باورم نمیشه که اصلا نمیتونم باور کنم، یعنی نمیدونم چجوری بگم. میدونم آدم‌ها هستن که 10 میلیون سابسکرایبر دارن ولی یعنی فالوورز دارن ولی پراکورکم ریخته دیگه. دمتون گرم واقعا. مرسی از چرزاتای اینجا، از سرزاتای تو اینستاگرام. شنبول خودتون و خانم‌ها شنبول پدرتون رو میبوسم. جاکس. Sorry.